با نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان، سلام و درود خدمت دوستان، عزیزان، هموطنان و در عموم تمام مردم سربلند تاجیکستانی. امیدوارم همگی خوب و خوش و سالم و در یک زندگی خوب و آرام و آسوده قرار داشته باشین. چون هر وقته برنامه صدای مردم را شروع میکنیم و طول چند ساعت دیگر خدمت شما در پخش زنده خواهیم بود. قبل از آغاز برنامه از همه دوستان، عزیزان و اون کسانی که در این بخش مبارزه با ما هستند که بخش تبلیغات و اطلاعات هست، خواهش میکنیم پخش زنده برنامه را به دیگر رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی روان بکنین تا که ما و شما توانیم این شام یک صحبت داشته باشیم راجع و قضیه های داخلی وطن و آن چیزی ربط دارد به مردم تاجیک و تاجیکستانی که همه روزه در صفحه اجتماعی در زندگی روزمره مردم تاجیکستان ما و شما میبینیم. اگر خرسندی است، توی است، خوشبختی است، بدبختی است، هر جایی که میبینیم که ربط داره به مردم ما حرف میزنیم، مطمئن باشین. ولی شاید سوال های اینجا است که چرا فقط از کمبودی و از مشکلات ها گپ میزنی؟ راستی واقعا من جایی نمیبینم یک عملی رو که باعث افتخار و سربلندی و فخر این ملت باشد. فقط من هر جایی میبینم که یک شهروند تاجیکستان میرود در بالاترین خب ارگانیزاسیون های خارجی مبارزه میبره، دست بالا میشه، من از همین منبر اونها رو تبریک میکنم، میگم موفق باشین، سربلند باشین. واقعا شما در رشته خودتون توانستین آبروی این مردمی سربلند تاجیک بلند بکنین. همه چیز میتونم گفت. از این زیاد دیگر من نمیفهمم اگر چرا از ساختن راه ها ما تعریف نمیکنم. برای این چیز برای من یک چیزی عادی است، یک وظیفه اولین درجه، نه اینکه رحمانوف بلکه وزارت نقلیات است که عادی ترین چیز ساختن یک راه، ساختن یک مکتب، ساختن یک بیمارخانه، ساختن یک خواب بنگاه تیبی، این چیزایی هست که نیاز به کسی را تشکر گفتن و مرسی خیلی عالی کار کردی نیست، به خاطری که این وظیفه و مسئولیت هر یک نهاد است، هر یک راهبر است، هر یک کسی در این بخش راهبر و مسئول است. با همون خاطر من از این چیزا هیچ گفتم. اگر من باره بینم که یک نمیدونم ستاتوس تاجیک در عرصه بین المللی میرود در بالاترین مقام جا میگیره که در جلسه سازمان ملل متحد، در جلسه سران کشورهای تصمیم گیرنده میروند از این پروژه، از این برنامه حرف میزنن، وقت من میفخرم که واقعا این خدمت و زحمت های همه روزه 24 ساعته همه ساله حکومت امروزه ما است که فرزندان این وطن، دانشجوهای این وطن، افراد این وطن الکی راه یافتن در بالاترین مقام ها. ولی وقتی ما میبینیم که تاجیک فقط شته میخوره، تاجیک قطار شده است، مثل همو افسر و سولدات در کوچه های روسیه سرسان و سرگردان مانده است، دیگه مجبور است من از این بدبختی گپ بزنم. او چیزای چرت و پرتایی که گجارا ساخت، گجارا لنتا برید، گجارا کند، گجارا کرد، اونا رو ول کنید، اونا مون به همون طبقه خودشان، یک گروه چاپلوسایی که دارن، چی در داخل چی در خارج، اونا دیگه هر چی میگن خودشون. و ما از مشکلات ها میگیم تا راه حل او پیدا بشه. از مشکلات، از بدبختی، از ظلم، از ستم میگیم که تا راه حل این گرفته بشه. اینم یک نمیدونم اگر طرف این نمود خیانت و بدبختی میبینم، من این میگم اینم بدن حسی و تندرستی در قلب و ایمان او جوانی است که میبره از این مشکلات ها گپ میزنه، میبره از این بدبختی ها گپ میزنه که سر راه این گرفته بشه. حکومت سالم برعکس برای برنامه مبلغ جدا بکنه. حکومت رحمانوف باید بشینه بالای برنامه مبلغ جدا بکنه، دستگیری بکنه، بگه بله امروز شما از مشکلات های میگی ما گوشای ما کرس نمیشنویم، شما سبب میشوید که درد یک زن، یک مادر، یک مهاجر ما میشنویم و ما دنبال این میریم حل میکنیم میکارم. اگر حکومت سالم عقل باشه بیایه این پروژه دستگیری بکنه، این برنامه را دستگیری بکنه، هزارها میلیون ها سامانه که میره در همون 4 تا گروه 4 تا پرتای اونگر که صرف میکنه که بجز از لیسیدن و بجز از همون تملق کاری چیزی نیست، بیایم مبلغ ها را بالای برنامه های ریالی صرف بکنید و بعد رزولتات بگیرین. او مبلغ ها را وقتی بالای همون افسانه و چرت و پرت ها و همون چیزای بی معنی و لافی بی معنی وقتی صرف میکنین، طبیعی است که شما از اون رزولتات خوب پیدا نمیکنید. طبیعی است.
خب داخل موضوع میشیم دوستان عزیز. البته برنامه گذشته ما یک کمی مشکلی داشتیم در استودیوی برنامه صدای مردم. حالا هم که ما مشکلات ها را داریم ولی ان شاء الله یواش یواش دور ما دنبال حل این مشکلات هستیم و از مردم هم طلب کردیم، خواهش کردیم که هموطنان اگر هر کسی که در این جبهه با ما هستین، البته هموطنان بیرون از روسیه، من خواهش میکنم با من مراجعت میکنم بعضی از هموطنان در داخل روسیه، ولی اونها را میمونیم برای همو مشکلات هایی که خودشون امروز بالای سرشون می آید. ما بیرون از روسیه هم تعدادی کم نداریم هموطنایی که اگر واقعا هدفشون سربلندی ملت باشه، هدفشون برگشتن به وطن باشه، ساختن جامعه سالم باشه، از این پروژه هایی که مردم با دعوت به سالم بیدار کردن افکار مردم وقتی برنامه های رو میبینین دستگیری بکنین. نه فقط منظورم برنامه صدای مردم است، امروز در پرتل اطلاعاتی برنامه های زیادی از مخالفین هستند که اونها هم هدفشون بیدار کردن فرهنگ سیاسی مردم است، بیدار کردن خواب افکار مردم است. بیاین سرمایه گذاری بکنین، مبلغ گذاری بکنین. چرا باید بی‌طرف باشیم؟ چرا مرحمت کنین یا که بیاین در صف پیش باشین، شما هم به خاطر فردای فرزنداتون، به خاطر فردای این ملت، به خاطر فردای وطنتون بی‌طرف نباشین. در یک جبهه سهم بگذارین تا آینده در نزد وجدانتان لااقل جوابگو باشین. من هر وقتی که بی‌طرفی این ملت ها میبینم یادم میروه به مردم کردستان. در آلمان یک بعضی مورد در کوچه ها بعضی یک نفرها را میبینید که در همه روی جایهایی که نفر زیاد است، مردم یعنی که همه روزا چکر میزنن، دور میزنن، در همه روی زمین میشینن، پرچمای کشورها را میکشن، تاجیکستان، یو اس ا، فرانسه، ایتالیا، نمیدونم بعد میخوام میره کردستان، افغانستان، ببینید که مردم همون منطقه زیادتر میره بالای همون پرچمشون سنت است، روبل است، نمیدونم پیسه است، یک چیزای میمونن. اگر قیاس بکنی بالای همون سرزمین پرچم کردستان مردم مبلغ زیاد میگذارن، ولی همون چیزی که نیست الکی ارزی هستی نداره. همون به نام یک وطن کردستان ارزی هستی نداره، ولی مردم این بیانگری است که مردم آرزو داره، مردم اشتها داره که ما هم این حیث یک وطن داشته باشیم که بفخریم. اما میبینی نیست، یک وطن ارزی هستی نداره ولی مردمش در هر گوشه و کنار دنیا وطن میکوبه. شما نمیدونم اگر که یه را قیاس میکنیم، من واقعا هر وقتی که میبینم یک اظهار ناراحتی میکنم که خدا نکرده با این سیاست پست و خطا، با این مردم خواب و غفلت زده، یه روزی من هم عین همین مردم میشم. یه روزی من میبینیم میرم بالای پرچم سه رنگ تاجیکستان، بالای اما ستاره های زیباش چند دیره میمونیم و میشینیم میگیم جان با قربان تو ای میهنی خونین کفنم. وطن میگیم، تاجیکستان میگیم، ولی هیچ گوجایی رو میبینیم یک قسمش در ازبکستان، یک قسمش در افغانستان، یک قسمش در ایران، یک قسمش مستملکه روسیه، یک قسمش رفته از دیگر ارزی هستی نداره. همین است که قبل از اوی که ما در این حالت دوچار میشویم واقعا دور ما باید نظر کنیم که سیاستی که رحمانوف پیش گرفته است، کشور 3.2 میلیارد قرضدار است، 3 میلیارد 200 میلیون دلار کشور قرضدار است. مردم شبینه که از یک حصه مردم در خارج از کشور قرار دارد. فضای سیاست ها ببینید، سیاست خطا، همه چاپلوس، همه لگن بردار در سطح وزیر و سروزیر و رئیس و مجلس و کبیر و همه این یک منافع یک نفر دفاع میکنن. همه جا غصب مالکیت شده است. میلیون دلارها از تاجیکستان خارج میروند و بعدم کجا مردم در اوران فقر و بیچارگی قرار داره. همه این آخرش به کجا میرسه؟ یا که این ملت نیاز به یک جوانمرد واقعی داره که از بین ما و شما و آنها و ویها استاد بشه و دفاع از این خاک سرزمین بکنه، و یا اینکه ما و شما هم یک روز میشه که در خیال هامون، در ذهن هامون فقط وطن میگیم، بالای کدام پرچم میریم آب دیده میریزیم، در لایف ها میریم در پشت سرمون پرچم و بیرقمون نگست، ولی ارزی هستی و وطن نداره. تمام. از این زیاد در اواترکای صحیفه هامون پرچم تاجیکستان رو میمونیم، در لباس هامون پیشاشون پرچم تاجیکستان، در سرام و تاقای تاجیکستانی میپوشیم، ولی ارزی هستی نداره او وطن. و این چیز انتظار این چیز باشین. همین بخوابی، همین بغیرتی، همین نبودن شجاعت، نبودن ناموس. ببینید یک گروهی بزرگ در روسیه زیر تحقیر و زیر دشنام و زیر لط و زیر شته قرار میگیره. هیچ کسی از این ملت صدا بلند نمیکنه، هیچ کسی.
یک بار هم اظهار نگرانی یک فرد فعال این ملت نمیبینیم. یک گروه بار پیدا نمیشه که از این بدبختی گپ زنن. هزارها نفر هم میبینین استاد کردن در کوچه ها، شتخت میزنن، تحقیرشون میکنن، میبرن در کیم کدام جنگ های بی‌معنی میکشنشون. هیچ بار هم در سیما یک وزیر یک رئیس این قضیه را جدی با طوری باید و شاید حرف نمیزنن. هیچ باری هم یا در لایفا نبر اومدن با مردم حرف نزنن. هیچ باری هم یک نفر نبر اومد بگه این قضیه را حکومت رحمان رو باید با طوری باید و شاید دنبالگیری بکنن. کسی نبر اومد از این بدبختی گپ زنه. آخر این همه چی است؟ آخر این همه بدبختی ما به کجا میرسیم؟ حالا هم وقت دارین، حالا هم فرصت داریم که بشینیم بالای این نقطه ها فکر بکنیم، اندیشه بکنیم که خدای نکرده یک روز انا همون از یک ملتی مظلومی بی وطنی پریشان در گوشه های کنار دنیا نباشیم که در ذهن ها ما فقط تاجیکستان بگیم، تمام دیگر هیچی در پرکت عملی وقتی نگاه میکنی ارزی هستی نداره. با امید ساختن کدام ایمیجی کدام راهبر نشوین، امید نکنین که او پیشوای تاجیکان دنیا تمام دنیا را تاجیک میگیرن. اونا یک گروهی فروخته شده منقورت هستند، یک گروهی هستند که شکم های اژدهاشون هیچگاه پر نشد، هیچگاه پر نشد. یک گروهی هستند که فردهای بهترین زندان میکنن، بهترین میکشن، بهترین به وطن میکنن. این خودش بیانگری است که کشور آیسته آیسته در حالت نابودی رفته ایستاده است. این بیانگری نبودن عدالت و سیاست است، بیانگری نبودن عقل های سالم در اون مکان و در اون منطقه است. همه این آیسته آیسته ما و شما رو میبره به نابودی، به بدبختی، به از بین رفتن یک ملت بزرگ و به فرهنگ و به ناموسش جا میبره. بنابراین از همه عزیزان، از همه دوستان، از همه کسایی که مرا میشنوین دعوای وطن و وطن داری دارین، از امروز قدمتون مستحکم بگذارین. من نمیگم که شما همتون باید بروین استعفا رحمانوف بگین، خائن و قاتل بگین. نه، همتون در رشته خودتون متخصص هستین، همتون در بخش خودتون میتونین به این وطن، به این خاک کمک بکنین. وطن امروز به اندازه انا همون مادری هست که در یک بدبختی قرار داره، همه فرزنداش ترکش کردن رفتن. یک فرزند اوگای داره که بالای او تجاوز میکنه. یک اجنبی آمده است او را در آغوش گرفته است، چیکار با راه زوری در حق او مادر تجاوز داره. انا همین در ذهنتان جا بکنه که وطن مادری هر یکی ما و شما هست. امروز در حالت قرار داره که ما و شما و ویها و آنها ترکش کردیم و مادر و اجنبی آمد او مادر دید که کسی در گرد اطرافش نیست، فرزنداش از این دفاع نمیکنن، فرزنداش ترکش کردن، آمدن با راه زوراوری در حق او تجاوز داره. این همین خلاصه انا همو نبودن مسئولیت ما و شما هست. هر یک در ذهناتون وطن به همین اندازه قیاس بکنید. او وطن اون مادر است، فکر کنید. مادری ما و شما است که ما و شما را تولید کرده است، ما و شما را به وای رسانده است، ما و شما را کلان کرده است، در آغوشش گرفته است، نان داده است، آب داده است، ولی ما و شما به پا ایستاد شدیم، او را ترک کردیم. با دوری های دور ترک کردیم که دیگر در زیاد ما نمیبینیم که ما دوباره از اون مادر که ما را کلان کرده است، در اوج خون ناف ما ریخته است، دورای بچگی ما گذشته است، دورای مکتب خانی ما گذشته است، بهترین روزها و وضعیت ها ما گذشته است، او را ما فراموش کردیم. کدام کشور خارجی برای ما بهترین کشور شده است، پلهای خارجی برای ما بهترین سرمایه شده است، موتورهای خارجی برای ما بهترین ماشین‌های زمانوی شده است، تالارهای ورزشی خارجی برای ما مسکن و مکان شده است، غذاهای خوب ترکی و عربی و نمیدونم آمریکایی و آفریقایی برای ما و شما با لذت شده است. در این فکر رفتیم، ولی فراموش نکنین این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست. خانه ما و شما نیست. 100 سال بگذره ما تو اجنبی هستیم، مهاجر هستیم، ولی بازگشت ما یک روز حتما برای وطن ما باشه. فرهنگ بیگانه، دلی بیگانه، رسم و رسوم بیگانه هیچگاه ما و شما را به مقصدهایی که داریم نمیرسونه. اگر از خودت نبینیم مطمئنی به مسئولیت فرزندان و فرزندات باش که مسئول هستی و فرد در روز قیامت به این فرهنگ بیگانه، به این دینی بیگانه، به این رسم و رسوم بیگانه جواب میدی. من نمیخوام زیاد دیگه در اشولا بخونم براتون، من نمیخوام دیگه شما رو مجبور بکنم که وطنتون رو دوست بدارین. اگه دوست میدارین مرحبا، چی زیبا است، چی مسئولیتی بزرگ است،
چه اقدامی نیک است که خودت از دوست داشتن او وطنت مطمئن باش، فخر میکنی. از همه بزرگ مسئولیت است که این روز اگر من از همین دنیا بگذرم با یک روسیوی با یک دروغ میتونم نزد پروردگار بگم یک پروردگار او امکانیتی که من داشتم همون رو انجام دادم. گمان کردین ما و شما در همین دنیا همین مفت به خواندن 4 رکعت نماز و روزه گرفتن تمام جنتی هستیم؟ ای مردم، ده ها و صدها تا زندانی هایی که امید برای ما و شما داشتن از حساب اونا یک گروه آمدن حجت و پناهنده و اسناد گرفتین، با خدا قسم روز قیامت اونا شکایت میکنن بالای شما، فرزندان اونا بالای شما شکایت میکنن. از یک زید سعید سرکرده هزارها نفر استفاده برده، ای ایزد امان هزارها نفر استفاده بردین، ای حاجی حلیم هزارها نفر استفاده بردین، از مقصود ابراهیم و از شوبدین بدلف و از رحمت جان و از دیگر و از حاجی عمر هزارها نفر در پرونده هاتون استفاده برده هستین. اینو فراموش نکنین. اگر دینی دستین از اما بچهای اهل علم و بچهای با گفت با قوم دیگر ماشاءالله که امروز در زندان هستن، همتون از اونها استفاده برده هستین. اونا در زندان انتظار شما هستن، یا که در دنیا یا که در روز قیامت انتظاری جواب سخت باشه که شما پرسیده میشه. شما ای مردم روز قیامت پرسیده میشین از این چیز. بنابراین از همتون خواهش میکنم مردم عزیز تاجیکستان چشماتون رو باز بکنین که وطن نیاز به کمک ما و شما داره. شاید تکراری باشد بعضا حرفان ولی از درد میگم. در اینجا هیچ منافع شخصی من نخوفته است. من نمیگم بیا از خانه شخصی من دفاع بکنین که تا من برم خانه من لوکس بکنم یا سه آشیانه بسازم، قصر بسازم در داخلش، کاری نیست. نه، من از اون وطنی حرف میزنم که مرا مسئولیت دارم. منم در اونجا کلان شدم، منم در اونجا آب و نان خوردم، منم در اونجا دوره جوانی و بچگی گذشته است. برای من مهم است و خاک و سرزمین و منم خواهش دارم که هر یک عضو این هموطن بیاین یک جا باشیم، یک تن باشیم تا بالای این مسئولیت کتف به کتف مبارزه بریم و وطن از دست یک گروهی نامرد و یک گروهی نمیدونم اژدهایی که هیچ گاه سیر نشدن در 30 سال راهبری اینو سیر نشدن. که ببینید چند روز پیش راهبر یک بیمارخانه ابن سینا رو بردن قوا کردن، زندان کردن. ماکسیمال نی با گفتی حرفا 8 سال زندان است بدون چون و چرا تقه بازی. اگر تقه میاری، اگر کسی میاری، او بنده خدا 8 سال در پیشانیش میره زندان. پرست سرمایه داشت، بیمارخانه داشت، لازم شد برای این گروسنه ها. و مثل این با 10 کس دیگه بعد از این با قربانی میشن که حلالشون باشه چون گوش نمیکنن. دلم برای اونها نمیسوزه. دلم برای اونها نمیسوزه که وقتی میاری اسناد معرفی می نشانشون میده که ای فلانی ابن فلانی از تو چی کم بود، رفت زندان شد، نوبت تو میرسه، انتظار بود. ولی در گوش فیل خواب هستن، باور که حلالشون باشد.